سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون و ببخشید کم انرژیمون چیزا، خیلی مریضم و حالم اوکی نبود و دیگه گفتم ویدیو رو بگیرم چون نگرفته بودم و دیروز قرار بود بگیرم که نشد بگیرم، نتونستم. الان 5:05 صبح، چون من کلا 5 بیدار میشم، ویدیومو میگیرم تا 6 یا 7 بعد میرم سر کار. بعد ظهرم میام نصف ادیتو میذارم، نصفشو شب بعد میخوابم. الان دارم ویدیو رو میگیرم و اگه حالم یه جوری چیزه ببخشید دیگه تحمل کنید. و یه خارجی نمیدونم کجا، شاید ایرانی رفته خارج، اصلا ایرانی اصلا نمیتونه حرف بزنه ایرانی، و این یه موزیک بمب خونده واسه مهسا امینی که نمیدونم، خونده واسه مهسا امینی که الان میخوایم بریم ریاکشنشو بریم، چون خیلی عجیب بود واسم خداییش. هیچ خارجی ما ندیدیم که بیاد همچین کاری کنه و برو بریم ببینیم چی میگه. تا آخر ویدیو رو همراه باشین و لایک و سابسکرایب چنل یادتون نره. بچه حمایت کنین. یه لیست اینجا میاد، خب این لیستا رو ببین، هر وقت ما به انقدر برسیم تیک میخوره بغلشون، پس لطفا کاری کنین برسیم زودتر و خیلی هدفم چیزه با برسم دیگه. خیلی دوست دارم و میرسم مطمئنم و دمتون گرم. کامنت های زیبا یادتون نره و برو بریم ببینیم. Let's go. خب بچه بریم و اسم چنلشو اینجا میذارم، اسمشو اینجا میذارم و باز توی کپشن لینک ویدیو رو میذارم و اونجا ببینید دیگه. امیدوارم که این داداش گلمون کپی رایت چیزی نزن. خب برو بریم ببینیم. Let's go. برو بریم. Im Namen der unschuldigen Todesopfer des islamischen Regimes, ohne dass Gott sprach, weil sie schiedsrichterten, als der Mob kam. Eltern verstecken die Leiche ihrer Tochter, ein Mann, ein Wort, tot wegen dem Hijab. Khamenis gespaltene Zunge zieht rasch, schon bald wird diese Regierung verschwunden sein. Tausende in Evin bestreiten ihren Hungerstreik, Kopfschüsse auf offener Straße, keine Gnade, auch Masterstab, denn sie zeigte ihre Haare, Irans Öl, ein نفت ایران لعنت است نه نعمت. اوه حاجی ترکونده. بیتش هم که عالیه، از 1 تا 10 من به بیتش 10 میدم و به تکساش هم همینطور 10. خداییش خیلی خفنه و دیگه چیزهای خفن رو باید گوش کرد. خب بچه پیجش حتما بریم ببینیم، چون ما یه خارجی دیگه داریم ریاکشن میره به ایرانی ها، خب به موزیکای ایرانی و بازدیدش کمه، ولی اصلا اینم ریاکشن میره. خودم دیدم، فقط بلد سلام علیک بگه. و برو بریم ادامه شو. keine Gabe. Ibrahim Raisi, jetzt sind deine Tage. Breite Brust und die Fäuste in die Luft. Die Unterdrückung mit die Kreuz kommt in den Frust. Tücher im Feuer, lass dich nicht täuschen von dem Duft. Es riecht nach Freiheit, bei der du freudig wieder juchst. Ayatollah spricht in Meinheit. Es wird nicht mehr geheult und geschluchzt. Außer Beitritt Gas ist Feigheit tot. Dem Diktator er sein immer mehr. Die Berichterstattung hinkt hinterher. Dieses Regime kann nicht reformiert werden. Wie viele müssen noch für eure Gier sterben? Eure Angst wächst bei Demokratie vor der Tür. Leute danken mir. Wie und wofür seid unsere Stimme mehr du? حاجی مغزمو ترکوند اصلا. مردم تشکر برای چین تمام کاریست که من میتوانم انجام دهم و سیاستمداران بیشتر سیاست. اوی پسر برو بریم بقیه شو. Ich nicht, doch immer noch mehr als das Rudel mit Schlips, kein Verlass auf die Politik, also Revolution. Iraner schämen sich wegen ihres fehlenden Lohns, im Kühlschrank versteckt sie ihren leblosen Sohn Khamenei, runter von deinem schäbigen Thron. Erzwungenes Paradies, im Iran ist Krieg, weg mit Khamenei, shed our blood to be free, first they cry. خونمان را بریزید ما آزاد خواهیم شد، چون روحیه ایمان نابود شده. نفرت ما ریشه دار است برای آزادی. تکسش که واقعا از ته دل دارم میگم خفنه، بیتش هم که خفن، اصلا اون بیتیه که من میخوام. برو بریم ادامه شو.
so tief. Baraya Azadi, Baraya Azadi, als hungernes Paradies. Im Iran ist Krieg, weg mit Familie. Shed our blood to be free. Cause they're crushing our dreams. On their hearts sits so deep. Baraya Azadi. ای بابا تموم شد. صبر کن ببینم. خب بچه این بود از موزیکه که دیدید خدایش خیلی خفن بود و امیدوارم ما بگاه نریم که یه ریاکشن رفتیم و ما کار اصلا هر کاری میخواین دلتون میخواد بکنین و خیلی خفن بود، به دل من نشست چی و خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب کنین بچه، سریعتر برسیم به 500 تا و بعد به 1000 تا، چون خدایش 6 ماه دارم فعالیت میکنم، 100 تا ویدیو گذاشتم هنوز به 500 تا هم نرسیدیم و دمتون گرم. اگه دعا کنین آدم بهتر شه، چون واقعا اگه اینجوری شه صبح دیگه نمیتونم ویدیو بگیرم و خیلی واقعا سخته برام، بدن درد دارم، سردرد، خودتون میدونین چقدر سخته و حمایت از من یادتون نره توی کامنت ها بگین ویدیو بعدی چی باشه و هر نقدی حالا هر چی ازم خواستین بگین، فقط فوش ندین چون من خیلی با هیت ناراحت میشم. حقیقتش هیت میتونه کلا زندگیمو بگاه بده، از هیت ندین. تا ویدیو بعدی